سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم. امروز می‌خواهیم یک نگاهی اجمالی به نموداری بسیار با اهمیت در اقتصاد ایران داشته باشیم. نمودار ضریب فزایندگی اونس جهانی به آب شده 18 ایار در ایران. این نمودار در واقع روندهای صعودی و نزولیش به ما چه چیزی رو میده؟ اگر ما بریم دوره‌های قبل رو بررسی کنیم میبینیم که بعد از سال 1390 به بعد آرام ضریب فزایندگی طلای 18 ایار به نسبت جهانی روند صعودی گرفته. این به چه معناست؟ به این معنا هست که اگر فرض کنید 1% زمانی که ضریب فزایندگی آب شده به نسبت اونس جهانی رو عدد 50 بوده، اگر اونس جهانی 1% در واقع رشد کرده، در اونجا آب شده 50% رشد داشته. یعنی نسبت توی ضریب فزایندگی ما دو تا شاخص داریم. یک شاخص مادر داریم که در واقع اون شاخصهای زیر مجموعه روندهاشون رو وابسته هستن به اون روند شاخص اصلی. توی در واقع آب شده میدونیم آب شده قیمتش رو از اونس جهانی ضرب در قیمت دلار میگیره، بنابراین ضریب فزایندگی آب شده به نسبت اونس جهانی برای من اهمیت بالایی داره. چرا؟ به خاطر اینکه به من نشون میده این ضریب که در اقتصاد ایران اگر اونس جهانی روندش صعودی باشه و بر فرض 100% رشد داشته باشه در بلند مدت، من باید منتظر چند درصد رشد قیمت آب شده تو ایران باشم. از طرف دیگه ای اهمیت دیگه ای که داره برای کسانی که میخوان در واقع مدیریت ریسک انجام بدن، خب میدونیم که آب شده در واقع طلا در هر اقتصادی نشان دهنده مجموع ریسک های در واقع سیستماتیک و غیر سیستماتیکی هست که داره به یک اقتصاد وارد میشه. بنابراین اگر ضریب فزایندگی طلا در کشور X به نسبت اونس جهانی که مجموع در واقع خرید و فروش همه کشورها هست اگر در حال رشد باشه، ما متوجه میشیم که در اون کشور ریسک ها در حال افزایش هستند. اما اگر ضریب فزایندگی در واقع طلا در کشور هدف، مثلا میتونه فرض بفرمایید تصور کنید آلمان باشه، به نسبت اونس جهانی در حال کاهش باشه، این نشون دهنده این هستش که ریسک ها در کشور آلمان در واقع در حال کاهشه. نکته قابل توجه این که این شاخص در واقع ضریب فزایندگی آب شده به نسبت اونس جهانی ریسک های آتی رو به ما نشون میده. ریسکی که امروز در اقتصاد ایران هست رو در واقع این خب ریسک نتیجه شده این چیزی که بوده الان هست تو قیمت ها. بنابراین نمودار ضریب فزایندگی اهمیت بسزایی داره از دو جهت. یک، کنترل در واقع و مدیریت ریسک ها در دارایی. دو، شناخت ریسک های آتی در اقتصاد. خب حالا ما در اینجا نموداری رو داریم که در واقع توسط تیم تابران طراحی شده. یعنی در این نمودار ما به صورت ماه به ماه از 31,1398 قیمت اونس جهانی رو به نسبت آب شده درآوردیم و این ضریب فزایندگی رو محاسبه کردیم و در قالب این نمودار مشخص کردیم. حالا در این نمودار ما ضریب فزایندگی اونس جهانی به آب شده رو داریم میبینیم. یعنی در واقع اگر این نمودار روندش نزولی باشه، نشون دهنده این هست که ضریب رشد آب شده به نسبت اونس جهانی داره رشد میکنه. پس اگر
در حالتی که این نمودار روند نزولی داره، اگر اونس جهانی 1% رشد کنه به نسبت اون ضریب آب شده درصد بیشتری از اون رشد خواهد کرد. خب و اگر در این نمودار در واقع این نمودار روند صعودی داشته باشه، این قاعده بالعکس خواهد شد. یعنی فرض بفرمایید اگر اونس جهانی 10% رشد کنه در زمانی که این نمودار، فرض بفرمایید این دوره 10% اونس جهانی رشد کنه، آب شده 1% رشد خواهد کرد. و این در واقع صعودها و نزولهای این نمودار بسیار اهمیت داره، مخصوصا برای کسانی که در واقع روی در بازار آب شده و طلا دارن فعالیت میکنن و به طور کل خب میدونیم طلا شاخص ریسک هست در هر اقتصادی. حالا این نمودار به ما چی داره میگه؟ اگر دقت بفرمایید ما در واقع اومدیم یک مووینگ اوریجی رو از این نمودار گرفتیم، یک میانگین متحرکی رو گرفتیم. قاعدتاً طبق قاعده مووینگ اوریج ها تا زمانی که نمودار در زیر مووینگ اوریج خودش باشه روند رو به پایین هست و ما تو موقعیت تضعیف اونس به نسبت آب شده هستیم. اما اگر نمودار بتونه مووینگ اوریج رو بشکنه و بالا رو بشه، مثل این در واقع از C1.98 تا دقیقاً C7.98 این روند صعودی بوده در اینجا، یا در واقع C5400 تا C1401 یه محدوده چند ماهه‌ای رو یک صعود در واقع کوچیکی داشته که البته این اصلاح بوده دیگه، نهایتاً نتونسته مووینگ اوریج رو به سمت بالا بشکنه. بنابراین اگر دقت بفرمایید می‌بینید در این دوره‌ها اگر شما برید مراجعه کنید ببینید در این دوره‌ها یک بحران‌هایی در اقتصاد جهانی اتفاق افتاده و بعد به واسطه اون بحران اونس جهانی به شدت به نسبت آب شده روند صعودی تندتری گرفته. به طور مثال در واقع توی این محدوده کوید 19 در دنیا منتشر شده و اون واکنش اونس رو نسبت به این بحران داشتیم. حالا به طور مجموع الان ما در چه وضعیتی هستیم و آینده داره به چه سمتی میره؟ یکی از مهمترین مشخصهایی که الان توی این نمودار ما داریم میبینیم این هستش که روند نزولی کمشیبی رو ما داشتیم و تقریبا از حوالی C1402 این روند به شدت فرسایشی شده. نگاه کنید اگر نسبت به این دوره این دو بخش رو با هم تقسیم کنید هر دو نزولی بودن، اما ما در این دوره به شدت داریم میبینیم که میزان نوسانات این شاخص افت کرده. این به چه معناست؟ به این معنا هستش که ظاهرا شاخص از روند نزولی خیلی خسته شده و تمایل به بالا رو شدن داره. البته هنوز با اینکه ما در یک ماه گذشته شاهد صعود در این شاخص بودیم، اما هنوز زیر مووینگ اوریج خودش داره نوسان میکنه. حالا بیایم یه نگاهی هم به RSI این شاخص داشته باشیم، میبینیم که از این منطقه یعنی C1399 RSI در این شاخص مدام در منطقه کف چرخیده. حتی در واقع C11 یعنی اسفند ماه سال گذشته، اسفند ماه 1403 RSI در شاخص ضریب فزایندگی اونس به نسبت آب شده حتی اومده به زیر عدد 20 رسیده. کجا؟ جایی که آب شده اگر خاطرتون باشه روی 8.5 میلیون تومان سنگین معامله شد و بخش زیادی از عامه مردم اومدن توی بازی طلا و در واقع طلا خریدن. حالا بعد از اون شما اگر نگاه کنید ببینید که دوباره RSI برگشته به منطقه C. پس دو تا نکته مهم توی اینجا وجود داره. بررسی ها داره به ما نشون میده
که این شاخص به شدت خسته شده از روند نزولی و به شدت پتانسیل این رو داره که وارد یک دوره صعودی بشه، اما هنوز ما قطعیتی نداریم. قطعیت زمانی خواهد بود که شاخص بتونه مووینگ اوریج خودش رو به سمت بالا بشکنه. ممکن هست حتی در واقع قاعده معکوس اتفاق بیفته و در واقع شاخص دوباره ریزشی بشه مثل این برهه زمانی. خب حالا یه نکته باز اینجا خدمتتون بگم، نکته بسیار با اهمیتی است. شما اگر این شاخص رو بررسی کنید یه سوالی احتمالاً براتون مطرح میشه، میگید در واقع درسته اینجا روند این شاخص به شدت فرسایشی بوده و کم شیب بوده، شیب نزولی کمی داشته و توی اینجا روند نزولی خیلی قوی رو ما داشتیم، اما اینجا طلا در واقع روند صعودی تندتری رو داشته به نسبت اینجا. نه، این یه نکته ای هستش که ما باید حواسمون بهش باشه. در این برهه زمانی در واقع کسانی که توی طلا سرمایه گذاری کرده بودن به نسبت داراییشون سود بیشتری رو داشتن می ساختن. یعنی فرض بفرمایید که اگر قیمت طلا در این برهه مثلا 1,000,000 تومان بوده، این 1,000,000 تومان خیلی راحت تر با یه نوسان کوچیک می اومده تا 1,500,000 و اون سرمایه گذار 50% سود می کرده. اما توی این برهه شما الان اگر در تمام این منطقه برید قیمت حال حاضر اونس رو بررسی کنید، می بینید در واقع قیمت زمانی که 6,500,000 تومان بود اگر به نسبت قیمت فعلی حساب کنید 100% بازدهی داده. یعنی چون عدد آب شده خیلی اومده بالا، شما الان اگر توی قیمت فعلی خرید کنید روی 11,000,000 تومان باید این عدد به 22,000,000 تومان برسه تا شما سود کنید، 100% بازدهی داشته باشید. ولی توی اینجا چون عدد خورد بوده، میزان در واقع بازدهی شما بالا بوده و البته ما میدونیم که این ضریب فزایندگی اونس به نسبت آب شده هست. یعنی در اینجا به ما میگفته که آقا نسبت رشد اونس به نسبت آب شده ضعیف بوده، اما از اینجاها داره قوی میشه. ما داریم سیگنال های بسیار قوی نسبت به این میبینیم که قرار هست اونس جهانی در روندهای صعودی آتی از آب شده در ایران قوی تر حرکت کنه. این یه بخش اولا هنوز قطعی نشده، باید مووینگ اوریج شکسته بشه، کارکشن بشه. نکته ای که داره این نشون میده که ریسک ها از اینجا به بعد در کدوم اقتصاد در واقع تخلیه خواهد شد. برخلاف به نظر من تصور عمومی که در ایران هست، به نظر میرسه که ما داریم آماده میشیم وارد یک دوره‌ای بشیم که تمرکز ریسک ها در اقتصاد جهانی باشه. این یه نکته. و نکته دوم که من فکر میکنم مهمترم هست این هستش که شاید برای من سرمایه گذار در حوزه طلا مناسب باشه که از این به بعد یه مقداری هم روی سکه های در واقع استیبل کوین های طلا تمرکز داشته باشم و اگر برم بررسی کنم ضریب رشد استیبل کوین هایی مثل پکس یا گولد تتر رو با آب شده، در واقع این معادله برام حل و فصل میشه که بله ظاهرا ضریب رشد فزایندگی اونها در مقابل آب شده ما داره قوی تر میشه و این یه مقداری اینجا ربط داره به در واقع این بحث تاثیر مستقیم قیمت اونس جهانی روی پکس گولد یا تتر. پس این باید حواسمون بهش باشه. خیلی ها من فکر میکنم الان
100% داراییشون طلا هست. این دوستان باید حواسشون به این شاخص باشه و مراقب باشن که این شاخص مووینگ اوریج خودش رو نشکنه. اون چیزی که ما داریم میبینیم با توجه به RSI، با توجه به در واقع این حجم پتانسیلی که در این شاخص وجود داره، این هستش که قاعدتاً باید به زودی آماده باشیم برای یک حرکت تند در این شاخص و ظواهر امر گویای این هستش که اون حرکت یک حرکت رو به بالا هست. ممنون میشم نظراتتون رو خدمت در واقع زیر این پست برامون کامنت کنید.